سلام علیکم. فریدن اما تجکی میگفته در چت سلچاینا ولک تجکی نیست. این ولکی که حضر دانجا خوش پاشه میگرد برعکس او در چت با او اویش مینویس. من مدیراتورم، من نزوران نکنم. ما چندین بار دامو چت آگاه میگن صحبت خصوصی نشود. چندین بار بلوک هم کرده گم وای خوش پاشه میگرد نه که گناهکاری اصلی خودش. این رو من در کانال آلماز چندین بار آگاهش کردم. در کانال اصلاحش که جرأت نمیکنه این خیلی گاو زنه. در کانال آلماز خیلی من در اصلاح یعنی بالای مدیراتور کم طرفیم زیادتره. در او کانال آلماز همین خیلی نه که من همه نقطه نگاه میکنم که چی گاو نه که چیکار میکنم. تجکی خیلی سنجیده است. همین را ما بگو او اویشه که تو میگویی ما بابا 1 سال شد گام میزنم در همیشه که چکگون با تیز گام میزنم با سرسخت بابا یگون توبال یگون گام نشده است. لیکن همون وقت تجکی خودش در همون چت با اویشه مینویس بای چور گرفته با تو را مونده است. اینو من نفهمیدم. هیچ کس فریدون توجیکی سرسخت یگون کس امسی نمیشناسه. ایجا هم من نمیشناسم. یعنی شما گویا که منو پادستава میکنی با این گپاتون فهمیدی؟ این ترگب میشه. علیکم برادر فرکی فریدون، من درباره خودت اگر یگون فکری بد داشته باشم میدونی که من 1% اگر یگون کس شک کنم یگون نمود خیلی گپ نمیزنم دیگه. خیلی خودت باید بفهمی.